ساعت 2 شبه. بدنت خسته است اما مغزت داره شکنجت میده. داری به عکس همکلاسیت نگاه میکنی، همونی که درسش از تو ضعیف‌تر بود اما حالا ماشینشو خریده، بیزینسشو داره، شاید ازدواج کرده و داره میخنده. و بعد به خودت نگاه میکنی و یک گره سفت در شکمت حس میکنی. یه صدایی توی سرت میگه دیدی دیر شد. همه رسیدند و تو هنوز اول خطی. تو عقب موندی. این حس، این اضطراب کشنده اسمش سندروم مقایسه اجتماعیه و من امروز میخوام بهت ثابت کنم که این حس بزرگترین دروغیه که تا حالا مغزت بهت گفته. اگر تا آخر این ویدیو با من باشی، ساعت مغزت رو برای همیشه تعمیر میکنیم. بیایید با فرهاد آشنا بشیم. فرهاد نمادی من و توه. فرهادی 25 شایدم 30 سالشه. اون تنبل نیست. اتفاقا خیلی هم تلاش میکنه. اما مشکل فرهاد اینه که متر دستشه. اون هر روز که بیدار میشه خطکش رو برمی‌داره و با ویترین زندگی خودش رو با ویترین زندگی دیگران مقایسه میکنه. فرهاد نمیدونه که اون دوستی که فعلا مدیر عامله شاید شبها با قرص خواب میخوابه. نمیدونه اون زوج خوشبخت اینستاگرامی 10 دقیقه قبل از اون عکس داشتن سر هم داد میزدن. فرهاد فقط خروجی رو میبینه و چون خروجی خودش هنوز معلوم نیست، فکر میکنه بازنده است. روانشناسی به نام لیون فستنگر گفت رنج انسان از جایی شروع میشه که ارزش خودش رو بر اساس موقعیت دیگران تعیین میکنه. دقت کردین ما هیچ وقت خودمان رو با پایین تر از خودمون مقایسه نمی کنیم تا شکرگزاری کنیم. ما همیشه ضربین رو میگیریم روی اون فردی که دقیقاً همون چیزی رو داره که ما نداریم و اینجاست که تله زمانی شکل میگیره. بذار یک حقیقت عجیب رو برات بگم. کسی که توی نیویورک زندگی میکنه 3.5 ساعت از کسی که در تهران زندگی میکنه عقب‌تر است. نه، اونها فقط در تایم زون خودشان هستند. وقتی در نیویورک ظهر است، در تهران شب هست. هیچ کدوم غلط نیستن، فقط زمانشان فرق داره. زندگی هم دقیقاً همینه. مارک زاکربرگ توی 23 سالگی میلیاردر شد. کلونل ساندرز مؤسس KFC توی 65 سالگی استارت زد. اگر ساندرز خودش رو توی 30 سالگی با زاکربرگ مقایسه میکرد، باید همون موقع خودکشی میکرد. رفیق، تو عقب نیستی. تو فقط توی تایم زون خودتی. شاید دوران بلوغ شغلی تو در 34 سالگی باشه. شاید اون کسی که حالا توی 25 سالگی ازدواج کرده در 30 سالگی طلاق بگیره و شاید تو که الان تنهایی توی 30 سالگی یک ازدواج پایدار داشته باشی. هیچ کس از برنامه عقب نیست، چون اصلاً برنامه واحدی وجود نداره. این مسابقه فقط یک شرکت کننده داره و اون تویی. پس باید چیکار کنی؟ نمیشه که فقط شعار بگی. برای اینکه از این جهنم مقایسه بیای بیرون، باید رژیم ورودی بگیری. قدم اول پاکسازی بیرحمانه. همین حالا، دقیقاً همین حالا، برو توی سوشال مدیا. هر کسی که باعث میشه عکساش بهت حس بدبختی یا عقب ماندگی رو بده، یا آنفالو کن یا میوت کن. مهم نیست دوسته یا فامیل، سلامتی روانی تو ازش مهمتر است. قدم دوم، قانون 1%. به جای اینکه فصل اول زندگی خودت رو با فصل 10 زندگی یکی دیگه مقایسه کنی، خودت رو فقط با دیروز خودت مقایسه کن. امروز 1 صفحه بیشتر کتاب خوندی، تو برنده شدی. امروز 5 دقیقه بیشتر تمرین کردی، تو جلو افتادی. تنها کسی که باید ازش جلو بزنی، دیروز خودته. زندگی روی سرعت نیست که کی زودتر برسه. زندگی اینه که کی بیشتر دوام آورد. به خودت زمان بده. به دانه‌ای که کاشتی اعتماد کن. حتی اگر حالا خبری از رویدن نیست، معنیش این نیست که از بین رفته. آروم باش. تو دقیقاً همون جایی هستی که باید باشی. اگر این ویدیو ذره‌ای از بار روی دوشت رو سبک کرد، برای یکی از دوستات که میدونی اونم داره زجر میکشه بفرست. شاید اونم نیاز داره که بدون عقب نمونده. شب بخیر، قهرمان.